داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان خدای نوکیم پیمان. فرشته به باکره جنک به نام مریم گوشت که خدای زاگا به دنیا و کارید. بنابریشی هنگامی که هنگت باکرت بچکی به دنیا یاورد و آیی ناما عیسی هشت. از این روی عیسی هم خدا و هم انسان است. فرشتی که ثابت کن که خدایند باز این معجزه کرد. آب سر راه شد. طوفان را آرام کرد. مریضان شفا داد. ارواح پلیدان اخراج کرد. مردگان زنده کرد. 5 نان و 2 گوندن ماهی تبدیل به غذای کافی و بیش 5000 نفر کرد. عیسی جوانن معلم حتت و گو اقتدار خبر داد، چرا که خدای زاگند. تعلیم داد که باید یدگرانه چوتی جنده دوست داشته بیان. به اما یاد داد که خداوند را باید شگرد چیزان و بوتی ثروت دوست داشته بیان. عیسی فرمایش کرد که خدای پادشاهی با ارزشترین چیز برای دنیای تا هست. مهمترین چیز به هر کسا اشتیاق به خدای پادشاهی است. برای وارد بودن به خدای ملکوت تها باید شوتی گناه نجات کنند. عیسی اما یاد داد که برخیش انسانان آیره قبول کنند و نجات گندند و بعضی هم نجات نگندند. فرمایش کرد که بعضیش انسانان همانند خاک نیکو هستند. آوان خبر خوش عیسی را قبول کنند و نجات یابند. برخیش آوان همانند خاک سفت و سخت کنار راه هستند که خدای کلام برای تها کپید که عمق ندارید و هیچ محصولی به بار نیارید. کسانی که عیسی پیغام قبول نکنند داخل آیی پادشاهی نبیند. عیسی به ما یاد داد که خدا گناهکاران باز دوست دارید. لوتید که گرد آوان بخشایید و جز اوتی فرزندان قرارش دند. عیسی به اما امر کرد که خداش گناه نفرت دارید. هنگامی که آدم و حوا گناهش کرد، یک گناه به آوانی گرد نسلا تأثیر هشت و در نتیجه گرد دنیای مردم گناه کردند و خدا دور بودند. به خاطر گناه گرد انسان خدای دشمن هستند، ولی خدا گرد جهان مردمان را آنکه محبت کرد که وقتی تنها زاگ عیسی را داد تا هر کی به عیسی ایمان بیارید به خاطر وقتی گناهان هلاک مبید و تا ابد گو خدا زندگی بکند. به خاطر گناه شما محکوم و سزاوار مرگ است و خدا و توانید شما عصبانی بید، ولی وقتی غضب به جای شما به عیسی مسیح رو قرار داد. زمانی که عیسی به صلیب سر مرد، همه مجازات بابت گرفت. عیسی هرگز هیچ گناهی نکرد، ولی تصمیم گرفت که به عنوان یک کامل قربانی و بیگناه وقتی جانب دند تا شما گناه و هر کسی که بری دنیای تا هست پاک بید. به خاطر یشی که عیسی وسرا قربانی کرد، خدا و تو آنید امه گرد گناه نبخشید و مهم نیست که اما چه گناهی کرده بیان. هیچ کس نتواند به وسیله اوتی جوانین کاران نجات کند. هیچ عملی نتواند امه رابطه و با خدا جویر کند. شما گناه در صورتی پاک بیند که ایمان بیارید بریشی که عیسی پسر خدا مرد و برخاست تا شما گناه پاک کند. تنها عیسی و تو آنید شما گناه شستشو بدند. شما باید به عیسی خدای زاگا ایمان داشته باشید که به صلیب سر پا شما مرد و خدا دوارک آیره بعد شمرکا زنده کرد و به زندگی برگشت. هر کس به مسیح ایمان بیارید خدای نجات دریافت کند و آیره به عنوان ارباب قبول کند. اما کسانی که ایمان میارند پرده بیند. مهم نیست که اگر فقیر به یا غنی، مرد به یا جن، پیر به یا جوان و یا اهل کجا به، خدا شما رو دوست دارید. لوتید شما به مسیح ایمان بیارید و با شما رابطه نزدیک و صمیمی برقرار کند. عیسی شما را دعوت کند تا برای ایمان بیارید و تعمید گیرید. آیا شما ایمان دارید که مسیحای موعود تنها فرزند روحانی خدایند؟ آیا ایمان دارید که گناهکار و سزاوار خدای مجازات هست و آیا ایمان دارید که مسیح به صلیب سر مرد تا شما گناه پاک کند؟ اگر شما به عیسی و آنچه که و شما انجام داده ایمان دارید،
پس در این صورت شما مسیحی هستید. خداوند شما را از قلمرو به ملکوت شیطان و تاریکی بلند کرده و به ملکوت خدا و نور برده. خدا شما هر چیز کهنه و گناه آلود زرده و به شما روش نوکین و عادلانه به انجام کاران بخشته. اگر شما مسیحی هست و شما گناه به خاطر کاری که مسیح به صلیب سر کرد بخشته بوده، خدا دیگه به شما مثل یک دشمن سیله نکند، بلکه شما را همچون وتی صمیمی دوستا گندید. اگر شما خدای دوست و عیسی مسیح ارباب خادم هست و اشتیاق داره تا عیسی تعالی ما دنبال کنید، حتی اگر مسیحی بید هر روز با گناه چالش دارد، اما خدا امین است و فرمایید که اگر به وتی گناه اعتراف کنید شما را بخشید و به شما قوت دهند تا در مقابل گناه ایستادگی کنید. خداوند شما لوتی دعا کنید، آیی کلام بانید و یدگه مسیحیان آیره پرستش کنید، به یدگران مسیحی کارا که به شما زندگی تا کرده شهادت دهید. تمام یک کاران به شما کمک کند تا عمیق‌ترین رابطه با خدا و داشته بید. داستانی برگرفته از کتاب مقدس رساله پولس به رومیان فصل 3 آیات 21 تا 26، فصل 5 آیات 1 تا 11، انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16، انجیل متی فصل 16 آیه 16، رساله پولس به کولوسیان فصل 1 آیات 13 تا 14، رساله دوم پولس به تسالونیکیان فصل 5 آیات 17 تا 21، رساله اول یوحنا فصل 1 آیات 5 تا 10.